از خون جوانان وطن لاله. I know Tara since a while and then من تارا رو از قبل میشناسم و اتفاقات دردناک ایران روی هر دوتامون تأثیر گذاشته بود. من توی سالهای گذشته همیشه از جنبش‌های مردم ایران و خواستشون برای رسیدن به آزادی و کرامت انسانی حمایت کردم. با تارا تماس گرفتم و گفتم بیا با هم یه کار مشترک برای ایران بکنیم، چون مردم توی اروپا و آمریکا اصلا نمیدونن توی خاورمیانه چه اتفاقی داره میفته. Threatened to death by ISIS. I don't get perceived well. معمولا از طرف خود مردم خاورمیانه کارهای من خوب برداشت نمیشه، چون اونا توی ذهنشون فکر میکنن رقص چطور میتونه صدای اونا رو برسونه یا کار هنری من چه کمکی به اوضاعشون میکنه. I've been dancing for 20 years. من 20 ساله که به صورت حرفه‌ای میرقصم. همین مسیر پای منو به نشست‌های مهم جهانی باز کرده. مثلا 2 بار به مجمع جهانی اقتصاد رفتم و درباره حقوق کودکان پناهجو حرف زدم. من اونجا رهبرای جهان مثل ترامپ رو دیدم. با اونها ملاقات کردم و حرف زدم و براشون برنامه اجرا کردم. خاورمیانه توی ذهن خیلی از رهبرای دنیا یعنی جنگ، یعنی موج پناهجوها و مردای مسلح جهادی. They didn't expect to see a ballet dancer coming from the Middle East. اونها انتظار دیدن یه مرد بالریان از خاورمیانه رو ندارن. اینجوری اونا میفهمن که مردم خاورمیانه میتونن با فرهنگ و هنرشون یک صدای متفاوت و یک نگاه انسانی به میز مذاکره بیارن. Every Iranian woman. توی ویدیوهای ایران هم میبینیم که زنای معترض از رقص برای اعتراض استفاده میکنن. As an artist, I always در مورد فعالیت توی مسائلی که بین مردم اختلاف وجود داره، من همیشه طرف انسانها رو میگیرم. من تا به حال هیچ پرچمی بلند نکردم، طرف هیچ حکومتی رو نگرفتم و من انتخاب کردم با هنرم حرف بزنم. هنرمندا از بدنه جامعه و کف خیابون هستن و از هر قشری بینشون هست. کسی که توی ناز و نعمت بزرگ شده باشه نمیتونه صدای مردم باشه و حرف مردم رو بفهمه. من و 2 نسل قبل از خودم همه عمر توی کمپ پناهندگان فلسطینی توی سوریه بودیم و حتی ملیت و حق تابعیت من نداشتم. حالا که به عنوان یه هنرمند یه تریبون بزرگ دارم، میخوام از مردمم و هر انسانی که برای آزادیش میجنگه دفاع کنم. like the soldiers they fight. همون جور که سربازا توی جنگ برای کشورشون میجنگن، ما هنرمندا هم وظیفه داریم که برای حفظ فرهنگ کشورهامون بجنگیم. چون کشوری که فرهنگ و هنر نداشته باشه اصلاً ارزش جنگیدن نداره. Is a country not worth fighting for.